نام من دریک پید است. در جیمیکین به دنیا آمدم و در فلوریدای جنوبی پرورش یافتم. وقتی مسلمان شدم حدودا 16 ساله بودم، اما قبل از او زندگی من باسکتبال، ویدیو گیم، رفتن با بازی فوتبال بازی و امثال اینا بود. در 11 سالگی پدرم مرد. وقتی 11 ساله بودم پدرم رفت. پس یه اتفاق واقعا راه مرا به سوی اسلام سوق داد. وقتی 13 ساله بودم بیشتر درباره خود فکر میکردم، درباره دین زیاد فکر میکردم، درباره خود به عنوان یک عیسوی فکر میکردم و فکر میکردم کدام دین درست است و فرقش چی است. پس در 13 سالگی و 14 سالگی بیشتر مطالعه میکردم و در 15 سالگی برای اولین بار درباره اسلام به طور کامل خواندم. بازم وقت 15 ساله بودم، این تجربه واقعی ما به اسلام بود. به عنوان یک دین به طور عموم کمی شناختم. ما در صنف تاریخ خود مطالعه میکردیم. در این صنف درباره ادیان مختلف دنیا خواندم. هندویسم را خواندم، بودیسم را خواندم و درباره یهودیت و مسیحیت و بالاخره به اسلام رسیدم. من به اسلام علاقمندم چون درباره ادیان مختلف مطالعه کرده بودم و خبر بودم که اسلام مشورهای خوبی را ارائه میکنه. من فیلم ملکم اکس را دیده بودم و بعد از دیدن اون فیلم خواستم بیشتر درباره اسلام تحقیق کنم. پس در سن بسیار هیجان زده بودم و زودتر خواندن را شروع کردم. وقتی کتاب تمام کردم کسی به نظرم رسید. دیدم که خانم واکر است. از او سوال کردم که اگر این اسلام است پس چرا هر کس مسلمان نیست؟ او احساس مرا درک کرد، اما عقاید اسلام را وقت خواندم 15 سال از عمرم گذشته بود. می گفتم چرا قبلا نخواندم؟ به هر حال گفتم واو، این چه قصاده است. به خاطر که در عیسویت یک ذره طبیعت خدا پیچیده است. درباره ابدیت خدا یک ذره پیچیدگی وجود داره، اما در اسلام سادگی وجود داره. شوهر دختر خاله ما که مسلمان است به من یک کتاب داد که درباره اسلام بود. او کتاب تمام شک ها و هر نوع سوالی که در ذهن ما بود را رفع کرد. چیزایی که مرا از اسلام دور نگه می داشت برطرف ساخت. پس بزرگترین نگرانی ما وقت مسلمان شدم ای بود که چطور خود را از دخترها دور نگه دارم. پیش از مسلمان شدن همیشه با دخترها بیرون می رفتم، حتی در محفلها شرکت می کردم. همه کار برم عادی بود، اما وقتی مسلمان شدم باید او کارا را دیگه انجام نمی دادم. باید جدی می بودم، باید کار می کردم تا از این مانع بزرگ خود نجات بدم، جای او را با چیز پر بسازم. اما به اندازه که مشکل فکر میکردم برم دشوار تمام نشد، به خاطر که الله تو را هدایت میکنه. هر چیزی که نیاز داشته باشن الله به شما میته و حمایتتان میکنه. شوهر دختر خاله ما کار بزرگی را انجام داد. شخصا مثل گوسفند سیاه بودم، واقعا تعریف نداشتم، اما به محفل دیگه نرفتم. رفتن با دخترها را بس کردم و انجام این و آن کار را با دخترها رها کردم. واقعا در آن لحظه از زندگی خود تصمیم گرفتم که از او جمع خود را جدا بسازم، به خاطر که نیاز به دقت داشتم. واقعا نیاز داشتم تا بیشتر جدی باشم، نیاز داشتم تا دین خود جدی بگیرم. همچنان دریافتم اگر با دخترها بیرون برم یقینا کارهایی را که در گذشته انجام میدادم دوباره انجام میتم. پس من واقعا به خاطر دقت کردن نیاز داشتم تا خود از اونا دور نگه بدارم. با آن که به نظرم اونا خوب معلوم نمیشد، بازم نسبت به 10 سال گذشته میگن که اسلام بالای زندگی ما واقعا تاثیر خوب مانده. به خاطر اسلام مرا کمک کرد تا زندگی خود جهت بتم. به پانتون رفتم، از پانتون فارغ شدم، از سرانجام به یادگیری عربی پرداختم و یکی از اساسی ترین چیزی که اسلام در زندگی ما وجود آورد ای است که دقت مرا به دنیای ابدی سوق داد و دقت کامل مرا در بر گرفت. با عنوان یک عیسوی از دنیای ابدی آگاهی دارن، اما بسیار مشکل ای هست که بپذیرن.
این فکر شما را تغییر میده. یگان چیز شاید برای شما به عنوان یک غیر مسلمان جذاب باشه، اما با وارد شدن در اسلام تمام عقاید شما تغییر میکنه. موارد متفاوتی را میفهمین، چیزایی را تجربه میکنن که اصلا تا حالا انجام ندادن. ترس نداشته باشین مردم درباره شما چی فکر میکنن. اسلام مثل یک زیبایی است و اگر شما در این زیبایی زندگی کنن، مردم بد فکر نمیکنن، مردم زیبایی شما را خواهند دید. پس ترس نداشته باشین که اونا در اول چی فکر میکنن. با اونا نشان بدن که اسلام چی است، با سخن گفتن درباره اسلام و اسلام را با اعمال خود تعریف کنن. این مأموریت کل ما هست.